مشکلات چگونه در یک جامعه به وجود می آید؟ مشکلات یک جامعه به اساس خرافات و جهالت و عدم آموزش‌های مفید و سخنان غیر منطقی و غیر عقلانی ایجاد می‌گردد و در خور اذهان مردم داده می‌شود و مردم از آنها دفاع می‌کنند. به عبارت دیگر، مشکلات جامعه متعلق بر باورها و عادتهای آن جامعه خواهد بود. باورهای غلط، عادتهای بد، فرهنگهای زشت می تواند یک جامعه را به باطلاق و لجنزار فرو ببرد و مایه‌های مانند تعصبات هرگز نمیگذارد که از آن باطلاق و لجنزار بیرون شویم. تا زمانی که مردم حالات خیش را تغییر ندهند و تغییرات به تفکرات و اندیشه و عادتها و تغییرات به عادتها و پندارها و تغییرات به فرهنگهای زشت و ناپسند نیارند و از آن باطلاق نجات نمی‌یابند. نجات یک جامعه در تغییرات فکریشان است. نجات یک جامعه در عقلانیتشان است. نجات یک جامعه در چگونه اندیشیدنشان است. نجات یک جامعه بر اساس عقلانیت می باشد. اگر زندگی بر اساس عقلانیت نبود، مشکلات فراوانی هم بر خود و هم بر دیگران ایجاد می کند و جامعه خیش را به طرف باطلاق و لجنزار فرو می برد.